سلام بچه ها، من هدیه هستم. تو این ویدیو من انیمیشن لاک‌پشت مرغابی ها رو ساختم که میخوایم با هم دیگه ببینیمش. دو مرغابی به همراه لاک‌پشتی در آبگیری زیبا زندگی میکردن. اونها روزهای قشنگی داشتن. اما کم کم آبگیر کم آب شد و مرغابی ها تصمیم گرفتن به جای دیگری مهاجرت کنند. به لاک‌پشت گفتن ما تصمیم گرفتیم از اینجا بریم. لاک‌پشت غمگین شد. ما میریم جای جدیدی رو پیدا کنیم. و مرغابی ها یه جزیره پر آب پیدا کردن. تصمیم گرفتن این خبر رو به لاک‌پشت بدن. لاک‌پشت از شنیدن این خبر خوشحال شد. فقط یه مشکل وجود داشت، لاک‌پشت رو چجوری ببرن؟ که ناگهان فکری به ذهن مرغابی ها رسید. بتونیم لاک‌پشت رو به کمک چوب ببریم. آره درسته، حالا میریم پیش لاک‌پشت، خیلی خوشحال میشه. لاک‌پشت خبری خوبه. ما میتونیم به کمک این چوب رو بلند کنیم و ببریم به سمت اون جزیره. باورم نمیشه چه فکر خوبی به ذهنتون رسید. آره من تا اون روز نمیتونم لحظه چشم رو هم دیگه بذارم. آماده این بزن بریم. با این چقدر قشنگه. حواست به خودت باشه، یه وقت نیفتی. بچه اون بالا رو ببینید. اون بالا رو نگاه کنی از همه دم آقا نشته باشه. اینو داره چی کار میکنه بنازم. لاک‌پشت یا حواسش پرت شد و افتاد. و این هم داستان ضرب مسئله لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود. بچه اگه میخوایم بدونیم من این ویدیو رو چجوری ساختم، حتما ویدیوی بعدی من رو ببینید و از دست ندید. خدا نگهدار.